سه چیزی که خداوند وی بد میبیند چیست؟ قیل و قال. یکم گفتن و میگن. یکم چیزی که پروردگار وی بد میبیند این است که گفتن و میگن. چگونه ای که در مردم ما و شما بسیار است. بابام گفت، اکم گفت، یا فلانی میگه. اینها را خداوند بد میبیند. گفتن و میگن اینا حقیقت ندارد. دوم چیزی که خداوند بد ببیند این چیز و کثرت السؤال، سوال دادن بسیارم پروردگار بد میبیند. سوالم باید اندازه داشته باشد. وقتی سوال که زیاد شد این عملم خداوند بد میبیند. سوم چیزی که پروردگار بد میبیند و اضاعت المال، ضایع کردن مال است. وقتی مال ما ضایع می شود، چگونه ای که من برای شما گفتم، اگر همین عرق یا بنگ یا سیگارت یا ناس اگر در وجود شما ضرر هم که نداشته باشد، در مال شما ضرر دارد، حالان که وی در جسم شما هم ضرر دارد. ضایع کردن مال هم این حلال نیست. خداوند در قرآن میگوید ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند در سوره نساء برای ما میگوید انسان ها، نفس های خودتان را با دست خودتان نکشید، زیرا پروردگار به شما رحیم و مهربان است، نمیخواهد که شما با دست خودتان کشته شوید. یعنی انسانی که عرق نوش باشد، انسانی که بنگی باشد، آیا ببینید آخری کارش به هلاکت میرسد. دیگر جسمهای او، اعضاهای او دیگر طاقت این زهر قتال ندارد. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. خداوند در دیگر آیت قرآن میگوید با دستهای خودتان به هلاکت نرسانید. انا همین آیت ها، از همین آیت ها استدلال کردن، دلیل کردن، گفتن انسانی خودکش جنازش درست نیست. کسی خودکشی میکند یعنی با دست خودش وقتی که به قتل میرساند او را جنازش درست نمیشود. و اگر انسانی هم که از عرق و از بنگ از دنیا میگذرد، وای الله که چی هست، اگر چی جنازش هم که خوانند وای دیگر ایمانی به سلامت نمیبرد.